مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا. یعنی من هر چی دارم فکر میکنم این مدیرای حشری عصبی ایران واقعا به همچین چیزی احتیاج دارن. لامصبا یک کافوری مصرف کنید، یه لیمویی مصرف کنید که همدیگر رو کمتر بکنید، یا از این موارد استفاده بکنید درجه حرارتتون بیاد پایین. جدیدن هم شنیدم که روغن بادم هم اگر استفاده بفرمایید خیلی نرم، خیلی سوسکی نرم از بغل کارو در میاره. اگه امکاناتتون ضعیف بود نمیتونستید از اسپانسر محترم برنامه استفاده کنید، از روغن بادم، روغن نارگیل، روغن زیتون هم یه مقدار میسوزون، ولی اینا رو میتونید استفاده بکنید و کار رو در بیارید. چون ماشاءالله یعنی روزی نیست که ما این فضای مجازی رو باز نکنیم و این اخبار رو دنبال نکنیم یه مدیر دیگر رو نکرده باشه. یعنی لواط به سطح بالای خودش رسیده که در شبکه‌های پورنهاب و اینا قفل این مراحل. الان خبر رسیده که این مدیر امر به معروف و نهی از منکر رو نمیدونم یکی دو تا از این مدیرای گیلان رفتن به صورت زبدری با هم دیگه رابطه برقرار کردن. الان مدیر امر به معروف و نهی از منکر گیلان با باجناق خودش ارتباط برقرار کرده. یعنی باجناق دیدید دیگه، میگفتن یه مدتی میگفتن که خواهرزن نون زیر کبابه، در گیلان گویا باجناق نون زیر کبابه. و این چهره الان عکسش هم براتون نشون میدم. بله، آقای سید مهدی حقشناس، این فیلمش به همراه چت‌های اینهاش الان منتشر شده که میتونید توی کانال تلگرامی چتاش رو ببینید و فیلمش رو هم براتون میذارم. یعنی با اسپانسر محترم برنامه ببینید و نزنید چندشن کونیمونی هم. بعد لامصب فیلماشون هم که میبینید 2000 نمیارزه، حداقل 4 تا فیلم خارجی ببینید، 4 تا پوزیشن یاد بگیرید لاموسن. یعنی ریدید با این کردن و دادناتون به معنای واقعی کلمه. عرض میکردم خدمتون این آقای سید مهدی حقشناس سال 1399 یه پرونده شکایت هم داشته که شخصی به اسم آیت الله فلاحتی نماینده رهبری تو استان گیلان نفوذ میکنه و پرونده رو ماستمالی میکنه برای ایشون. و یه عکس عجیب غریب هم از ایشون در اومده کنار آقای رضا ثقتی. اینجا میبینید آقای رضا ثقتی رو به عنوان مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان. بذارید من الان بهتون نشون میدم، بکنم بزرگترش بکنم چون بله اینجا این موبایلم جلوی صورتم بود نمیتونستم. بله این تصویر بزرگ شده، این تصویر هستش که آقای حقشناس رو نشون میده، باجناق محترمه رو نشون میده و آقای رضا ثقتی، یعنی تیم ملی کونیای اون محله رو تشکیل دادن و اونجا احتمالاً توی این جلسه داشتن پوزیشن های مختلف رو با هم دیگه تحلیل و آنالیز میکردن و میدادن بیرون. و ماشاءالله چه خبره تو استان گیلان و داره چه اتفاقاتی میفته. از این آقای رضا ثقتی بگیر که فیلمش با یه نوجوان بسیجی اومد بیرون که توضیح دادم، فیلمش هم توی کانال تلگرامی برنامه پشت پرده گذاشته بودم چون خیلی کامنت داشتم که آقا چرا راجع به این موضوع صحبت میکنی فیلمش رو پخش نمیکنی توی یوتیوب، که توضیح دادم قبلا، دوباره هم توضیح میدم. طبق قوانین یوتیوب ما اجازه پخش فیلم ها رو دیگه نداریم، ناموسن ممنوعه اینجا. اگه میخواید ببینید ما لینکشو میذاریم این زیر، برید تو کانال تلگرام ببینید. البته ببینید حالتون به هم میخوره، انقدر شل شخمیه و انقدر درب و داغونه. و فیلم ها رو من گذاشتم تو کانال تلگرام، چتاشون هم گذاشتم. از آقای رضا ثقتی بگیر تا این فرمانده نمیدونم پایگاه بسیج فلانجا توی استان گیلان تا فلان مدیرشون، حالا هم نماینده امر معروف و نهی از منکر. چند وقت پیشم مدیرای یکی از کارمندهای یکی از این بیمه ها توی آستارا فیلمش اومده بود بیرون، که البته به عنوان یکی از مدیران صدا و سیما اون فیلم رو دادن بیرون که گول نخورید. اون فیلم
کارمند بیمه آستارا هستش و کلا همه این فیلم ها ماشاءالله پکیجمون کامله در برنامه پشت پرده. یعنی علاوه بر این سلبریتی ها و سلبریتی هایی که فیلم های مثبت 18 نقد میکنن، مدیرام همجوری داره یکی پس از دیگری چتا و فیلماشون میاد بیرون و اصلا یه وضعی شده دیگه رابطه های ضبط داری. البته الان هم یه چند روزی هستش که یه سری از رسانه‌های داخل ایران دارن یه سری شیطنت‌ها میکنن به حال آبروی امام و انقلاب اسلامه و میان مثلا یه سری چت‌های ساختگی، اسکرین شات‌های ساختگی، یه سری فیلم‌های ساختگی رو میدن یه سری کانال‌های تلگرامی پخش بکنن که بعد از اون این خبر توسط رسانه‌های خارج از کشور وایرال بشه. حالا چه تو کانال ما، چه نمیدونم فلان شبکه ماهواره‌ای، فلان رسانه، فلان پیج اینستاگرامی، فلان کانال تلگرامی، فلان وبسایت خبری میاد این خبرها رو وایرال میکنه. بعد میان یه دونه ویدیو پخش میکنن میگن ملت عزیز ایران، اینها کسانی هستند که 43 سال هستش دارن با امام و انقلاب اسلام مبارزه میکنن و اما ذره هم عقل ندارند. دقیقاً با همین ادبیات. تصاویری که میبینید تصاویری هستش که ما به صورت فتوشاپ اومدیم و اسکرین شات ها رو ساختیم و برای این رسانه ها پخش کردیم. اونها هم با دقت و ظرافت خاصی اومدن این تصاویر رو برای شما مردم پخش کردن و شما ایمان داشته باشید که این اسکرین شات ها به همراه اون چونچونک بازی ها و تصاویری که اتم کرده مدیر کل ارشاد، مدیر کل فلانجا و لواطا و این چیزها هم ساختگی هستش و شما این رسانه های دروغگو و معاند را باور نکنید. یعنی میان چیکار میکنن؟ اصطلاحاً اینا یه سری تکنیکایی هستش که در رسانه اگر شما سواد رسانه‌ای نداشته باشید تو تله گیر میکنید. میان یه سری خبرها رو میسازن که این خبرهایی هستش که به سری رسانه ها رو بی‌اعتبار بکنه، بعد ربطش میدن به موضوعی که مد نظر خودشونه و میگن که ببینید اینجا که این دروغ اتفاق افتاده، این فتوشاپ اتفاق افتاده، اون خبرم که فلان روز فلان مسئول گذاشته چون فلان نوجوان بسیجی اونم دروغه. بعد یه عده‌ام چون ساده رسانه ندارن میگن راست میگه دیگه این فتوشاپ بوده، سندش هم هست، اونم حتما فتوشاپه. یه عده حالا خیلی کمی هن ولی خب اینا بازی رسانه‌ای رو بلدن. رسانه خارج از کشور خب نمیان این تکنیکا رو آموزش بدن. دوباره هم اونا میگن نه اینطوری نیست، اونجوری تو سر خودشون میزنن. رسانه داخلم میگن نه اینطوریه، این سندشه. این دو نفر میافتن به جون ته این دعوا چی میشه؟ مردمی هستن که مجبورن یه سری دروغ‌های این افراد رو باور بکنن. اما ما در رسانه پشت پرده همونجوری هم که در اسمش مشخصه پشت پرده تمام این اتفاقات و چونک بازی‌ها و این گذاشته چون اونو اینم باجناق فلان باجناق را زبدری زده رو میایم توضیح بهتون میدیم. فیلمش هم هست، من کامل میذارم. این گوشه حالا گذاشتم با سانسور خاصی این حاج آقا رو که ببینید ماجرای این افراد چی هستش. یعنی ماشاءالله روزی نیست، یه مقداری کمتر هم دیگه رو بکنید ما ببینیم تو مملکت چه خبره. شهروندا رو صفر بکنید سلاطین و مدیرای اشری عصبی. دمتون هم گرم، ان شاءالله جبران بکنیم توی عروسیاتون. خیلی مخلصیم، دمتون گرم و ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که این ویدیو هستش که چهره واقعی این افراد رو به مردم نشون میده. خیلی مخلصیم.